یا واتساپ گایز، حالتون چطور؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه. من مهدی ام، چنل مهدی میدیا، چنل خودتون. خب از اونجایی که 2 سال پیش ما یه ویدیو ساختیم به چالشش با مادرهای ایرانی و کلی ویو خورد، تصمیم گرفتیم که پارت 2 بسازیم، البته با پدرهای ایرانی. یادتون نره که قبل از دیدن این ویدیو کانال سابسکرایب کنین، زنگوله بغلش هم بزنین. اینستا من بخین بالا نمیاد، ولی اینستا من مهدی ام ای 2 هست، یکیش پارت. پس یادتون نره که ویدیو لایک کنید، بزنید برای ویدیو. لیتس گو. سیگار دستش بود؟ تو دیدی بعد میگی نوت؟ نه زهر باد درواز کن. اونی که فیلم بردارم داره نقش آدم کثیف رو بازی می‌کنه. چیه دستی؟ چی دستش؟ در باز کن. چالش ها پسر باباش معلومه از این آدم عصبانه. اوه کله من در گرفت، صدا هندونه. حالا 2 ساعت بهش گفت چالش چیه؟ سنش زیاده. تو اون سنم باباش میزنن. سیگاری شده. اوه با چالش نکشیش. چالش چیه؟ گستاخ. این داداشه تا نکشتش ولش نه، ولی اینجور داداشا خدای خیلی دلسوزن. اون الان مادرشه. عجب. ریاکشنش خدا بود. بعد اینطوری بود که غلط کردم. چالش نکنید این کار. به یه ایل جمع شدن که نجات بدن بچه رو. سیگار مامان چه من نمیبینیم. میدونم سیگاره. آخه چقدر امیتانت میگه، دلم سوخت. بکشم وای بلفز من ترکی بلد نیستم بچه ها، ولی صداش انقدر دلنشین و مهربانانه است که ناموسم بذارید کنار. خجالت misin? Öyle sen baba öyle sen onu niye alırsan بابا چالشه نزن. بابا چالشه میلاد حاتمی. این میلاد حاتمی چه اوجی گرفت، جالب شد. میکشه چی کوی میخوری؟ امیرزن چه کوی میخوری کسی؟ من درباره این داستان اصلا نظری ندارم. مادر خیلی عصبانی شد، خیلی تشویق کرد. چه شیری شده واسه من، چه آدم شده واسه من. لات بمیری سلطان، لات بمیری. چرا شد کلیده؟ اوه بگی بشین بی پدر. خیلی باید دوباره ببینیمش. صداش چقدر نازک. حالا نه بگیش بی پدر.
مادر خودش داره سیگار میکشه. مادره مثل که دست یکی شاکیه، ولی به نظر خودم اینطوریه که میگن نکشید بعد خودشون میکشن. یعنی اولا اونی که چی میگن کتاب دستش نگرفته نمیتونه بهت بگه که آقا کتاب بخون، کتاب خوبه، چون تا حالا یه بار هم کتاب نخونده. دلیلی نیست که بگه تو هم نکش. نصیحتش منطقی نیست. ولی این پر روه، این پر رو. این دیگه خیلی طفله. البته شاید فیسنید دیدی چی؟ Oh hell no. چیش خیلی قشنگ بود. چی؟ انگوشتش بده یکی دیگه. آقا نظرتون چیه که منم همچین کاری کنم؟ انتهای ویدیو همین کارو میکنم، شما ببینید و لذت ببرید. از جونم مهم. البته میدونم که ریاکشنش انقدر خطرناکه، ولی برای شما انجامش میدم. از حالا استرس گرفتم. یه دونه سیگار بکش. چیکار میکنی افتا؟ چیه مگه؟ میکنی بابا؟ چیه خب؟ دیگه بزرگ شدن. یعنی چی؟ بابا چالشه. چالش چیه؟ چالش میلاد ها. بابا چالش دلش میلاد نمیاد. ماما ماما بله. استوریو میبینی ببینی چقدر حالم بده؟ آره بابا چالش میلاد ها. قیافه مادره رو داشته باشید. ماما بله. استوریو میبینی ببینی چقدر حالم بده؟ چی دستته؟ سیگار. من دیگه واقعا دووم نمیارم. بدونی باید بدونی. بابا چالشه. مادر بزرگش خیلی دیگه مادر بزرگه خیلی دیگه عصبی بود. بابا نکنید از این کار. میدونید اگه خانوادتون ناراحت پیشت نکنید واقعا. البته کسی دوست نداره که حالا بچه‌ش یا کسی دیگه اعتیاد به یه چیزی پیدا کنه، ولی خب شوخیش حال میده، ولی خب با اونایی که میدونید در این حد. استادیوم یا خونه است پسر؟ تو میدویدی اون مادرت هم میدوید دنبال اینقدر. خیلی خوب بود ریاکشنش. یه لحظه ریاکشن پدر به دختر اینطوری بود که نکنین کار بدیه. بعد ریاکشن مادر به دختر اینطوری بود که دیگه هرچی دستش می اومد میزد.
ریاکشن پدر به پسر اینجوری بود که پارش میکرد، ریاکشن مادر به پسر هم اینجوری بود که پارش میکرد. خیلی منطقی بود. نفهمیدم. نکنید چون که تو بگیرید از بیرون چی خریدم. با هم دبل ضربی بهشون زد. خب بچه ها ببینید از این ویدیو زیاده و اگه که دوست دارید بازم این ویدیو بسازیم کافیه که لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و حمایت کنید. مثلا این ویدیو رو شیر کنید برای دوستاتون، برای هر کسی که میشناسید. اگه با من حال میکنید، اگه نه ویدیو رو پاس کنید. واقعا هیت دادن کار قشنگی نیست و چی میگن اگه دوست ندارید خب مثلا با شخصیت یه نفر حال نمیکنید سعی نکنید که برید هیت بدید، نگاش نکنید. پس یادتون نره که ویدیو رو حتما بچه‌ها لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد خدا نگهدار. مامان یه دقیقه میای؟ فضای خونه چیه؟